سلام. به نظر شما زوجها وقتی دچار اختلاف میشن چقدر طول میکشه تا اینکه دنبال حل مسئله باشن، به مشاور مراجعه بکنند و به این نتیجه برسن که ما یه مشکل اساسی داریم و باید بریم دنبالش حلش بکنیم؟ تحقیقاتی که تو زمینه زوج درمانی انجام شده نشون دهنده این هستش که معمولاً از زمانی که زن و شوهر دچار یک تنش، دچار یک مسئله، دچار یک مشکل میشن 6 سال تقریباً میگذره و اونها به این نتیجه میرسن که ما یه مشکلی یا مشکلاتی داریم و باید بریم حلش کنیم. به طور متوسط 6 سال زمان کمی نیست. حالا احتمالاً تو این فاصله 6 سال بحث فرزند آوری هم مطرح میشه، یه بچه‌ای هم به این خانواده اضافه میشه و زن و شوهر میفهمن نه ما مثل که یه مشکلاتی داریم. این یه موضوع بسیار مهمیه، به خاطر اینکه شما فرض بگیرید که یک بیماری، خدای نکرده یک توده نامشخصی در بدن یک فرد پیدا شده، متوجهش میشه، ولی تا بیاد تصمیم بگیره که من مراجعه بکنم به دکتر متخصص، آزمایش بدم ببینم که مشکلم چیه، 6 سال طول بکشه و بعد ببینه که نه این توده هست یا داره حتی بزرگتر میشه، وخیمتر میشه و اون موقع است که متخصص میبینه و ممکنه بگه که حتی کار از کار گذشته، یا ممکنه بگه که اگه تو مراحل اول می اومدین خیلی سریعتر و راحتتر و با هزینه کمتر میتونستیم درمان بکنیم، الان ممکنه که جراحی بخواد، ممکنه شیمی درمانی بخواد، هم پروسه وقتگیرتری هست، هم هزینه بالاتری داره، هم احتمال ریسک و خطر بالاتری داره. توی زوج درمانی هم همینه. وقتی که یه خانم آقایی که مثلا 10 سال ازدواج کردن، 8 سال ازدواج کردن، فرزند دارن، میان برای اولین بار و میبینن که مشکلاتی دارن و میخوان مطرحش بکنن. حالا این مشکلات رو وقتی پیگیری میکنیم مثل نخ کانواس که میکشیم میبینیم که هی کش میاد میبینیم که آره اینا از همون دوره نامزدی، دوره عقد، همون سال اول ازدواج با هم دیگه مسائلی داشتن، مسائل زناشوییشون، جنسیشون، عاطفیشون، کلامیشون، ارتباطیشون، مالیشون، زمینه‌های مختلف مشکل داشتن ولی به هر دلیلی مراجعه نکردن و حالا که اومده چه فرقی میکنه؟ اون مشکله مثل یک توده‌ایه که رعابو گرفته و این هی گرفتگی بیشتر و بیشتر میشه و راه انداختن این رابطه، درست کردن این رابطه سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه اینجا فقط یک موضوع زمان، گذشته زمان نیست، اینجا اون جریان‌های هیجانی هم اضافه میشه، خشم‌ها، دلگیری‌ها، رنجش‌ها و ما سوزن رو که میزنیم میبینیم که میاد خاطرات مختلف از سالهای گذشته تا همین امروز و این زن و شوهر مسائل بسیار مختلفی با هم دارن. به همین دلیله که ما تو زوج درمانی پیشنهاد میکنیم که مسائل رو نذارید خیلی کهنه بشه، زخم کهنه بشه، سریعتر مراجعه بکنید، سریعتر حلش بکنید. حالا ممکنه بگید که شما اینو دارید میگید که یعنی ما حتما به روانشناس مراجعه کنیم. نه، بلدی خودت درستش بکن. یه دلگیری به وجود اومده، یه خشم به وجود اومده، یک سوء تفاهم ایجاد شده، اگر بلدید خب درستش بکنید، نذارید که جمع بشه، چون حل نشده که شما بعد از چند سال مراجعه میکنید و میبینید نه هنوز ما مسائلی از گذشته داریم، پس حل نشده دیگه، یا بلد نبودید یا نخواستید یا نتونستید، هر دلیلی که داره. ولی اگر میتونید خب حلش کنید. مثل اینکه شما ماشین خودتو بلدی درستش بکنید، خب کی میگه ببر پیش مکانیک بده درست کنه؟ اگه خودت بلدی، قطعه رو میتونی راحت عوض کنی، وسایلشو داری، راحت انجامش میدی، خب حتما این کارو بکن، خیلی خوبه. ولی اگه بلد نیستی نذار این به خرج‌های بیشتر بیفته. رابطه عاطفی، حالا فرقش با اون ماشین خراب اینه که یک قطعه و 2 قطعه و 3 قطعه خراب نمیشه، رابطه به معنی زمینه‌های مختلفش خراب میشه. یعنی زن و شوهر میبینی که
دلگیری ها اینقدر زیاده که رو رابطه جنسیشون هم اثر گذاشته، رو رابطه خانواده هاشون اثر گذاشته، تو مسائل مالیشون اثر گذاشته، تو نگرش های تربیتی راجع به بچه هاشون دچار اختلاف های شدید شدن چون با هم مشکل دارن و این مشکل حل نشده. نگذارید مسائل زناشوییتون تو هر زمینه‌ای هست کهنه بشه. بلدید حلش کنید، حلش بکنید. بلد نیستید کمک بگیرید، نذارید زخم کهنه بشه. مراقب خودتون باشید. تا بعد. خدا نگهدار.